گفته مراد داره دیگه، یک چیز جرامت دیگه داره. یک از من 100-200 مراد داره. خودتان اگه فایده کم بگیرید باز سمسه مراد داره. پناه به خدا دیگه، چیزی که در تقدیر ما باشه امور ما قبول داریم. بسیار خوب بسیار خوب. این ماشین هفته و چهاره یا چقدر تفاوت داره در قیمت موتور؟ هفته که است تقریبا ماشین از این که است از چهاره که دبل است، مس نمیکنه دیگه. تفاوتش یک 500-600 مخواه است دیگه، زیاد تفاوت نداره. بسیار خوب. از آن بنده در کنار یک موتر هستم که فعلا در بازار کابل دیگه یک کش خاص خود داره. ببینیم که قیمت از چند است و مدلش چند می باشه. از زبان بکتاش صاحب میشنویم. بیادر این موتر که است 2008 مدلش است، از کمپانی سویفت است. خوب موتر است، ثبت کابل است. استیکر است؟ استیکر است دیگه. قیمت کش 2500 روپیه گفتن. خب با یک چیز جرامت داره. اگه هم تو ثابت بکنی که مراد شده ثابتش دیگه 2000 روپیه برش به مشتری های ما شمار میکنیم. 2000 بین زیاده نرخ یک موتورسیکل دیگه به نرخ یک موتورسیکل. بسیار خوب. موترش دیگه کات و تکر برده دیگه ثابت می باشه دیگه. یک کلی میه دیگه. موتورهای دست پاکستان که اکثریتش ثابت می باشه. یا پلیت موقت نشده چه قسم است؟ نه تاوالی ثبت است. تاوال پلیتش اقدام نکرده دیگه. اون بازار وقتی اقدام میشه پلیت میگه بند شده چه قسم است؟ نه پلیت تاوال فعلا بند نشده. خود تایر مراحل شده میره. هر کس در نوبتش میخواین پلیت برشته. بسیار خوب بسیار خوب. موتر بعدی؟ این موتر از کمپانی ویتس است. مدلکش 2010 است. پلیت هم شده است 33528 است. پلیت موقت است؟ پلیت موقت است. خوب. قیمتش است 2600 روپیه. هم تو که مراد کدگی باشه دیگه که مراد کدگی باشه شاید در خانه 2400 2500 معامله شود بخیر. چون که موترها فایدهش کم است، فروشش زیاد است. موترهای کم مصرف کم مصرف است دیگه. موترها نوام است. این موترها اکثریت گفتم پیشتر یادآوری برات کردم که موترهای دست پاکستان که است اکثریتش نو است. بعض هموطنان ما تشویش ایزه داره می پرزه یا کمیاب میشه؟ نه ان شاء الله پرزهش بسیار فریمان است، ارزان هم است. ارزان هم است. وقتی که موتر در هر موتری که در شهر بازار زیاد باشه پرزه 100% فریمان می باشه. از اون لحاظ دیگه تشویش نداشته باشه. نه ان شاء الله هم تو دل جمع بخرن بدوانه. از آن بنده فکر میکنم در قسمت یک موتر سوزوکی واگن استاد است. نمیفهمم که مدل چند است، پلیت چند است و قیمت چند است. یک موتر که بسیار جالب، هم تو انتیک معلوم میشه. ببینیم که بکتاش صاحب را چند قیمت کرده و دیگه مشخصاتش از زبان خودش. این موتر که است سوزوکی واگن میگن. بسیار خوب. موتر فامیلی است. پلیتش منفی 4 است. قیمتش 1800 روپیه. پلیت داره. اسنادایش هم پاک است. این موترها چطور خرزان است؟ خب این موترها که است دیگه من گفت پر پیشتر یادآوری کردم که هر موتر به حساب قیمت خود بند ثابتی خود نرخ داره. چطور است ماشین گپا ثابت کلش هم تو بیخی هم تو جور تا رنگ منگ گپا نشده. خب طبعا دیگه موتر یک دستکاری کار داره. هر کس که به موتر که میخرد من به زیر پای خود یک چند روپیه مصرف میکنه که تا موتر یک لپ جپش میگیره دیگه. گفته خودم. بله. بسیار خوب. موتر بعدی را از آن بنده میبینیم. یک موتر با رنگ سیاه بسیار هم تو مقبول، جالب، جذاب. ببینیم که مدلش چیست، نامش چیست و قیمتش چند است. این موتر کراس رود نام داره. بسیار خوب. دست پاکستان است دیگه. مدلش 2007 است. پلیتش هم تاول چاپ نشده، در کاغذ اون پوشیدیش بند کردن. نو پلیت است دیگه. قیمتش 6,500 روپیه گفتن که شدش 6000 روپیه. 6000. اینا مردم به خانه میگیره و یگان تفریح و چکر. موتر که 3 سیت داره. موتر فامیلی است، هم موتر تفریح است. از هر نوع موتر با فامیل کار میده. مصرف تیلش بسیار کم است. پرزهش هم بسیار فریمان است. یافت میشه. هم تو دل جمع بخرن. بیخی هم تو دل جمع بخرن دیگه. بسیار خوب. بکتاش وقت بندای ما را زیاد نگیریم. بریم موترهای بعدی را برشان به معرفی بگیریم. این موتر که ما که است کرولای جرمنی است. مدلش 96 است. ماشینش 46 است.
دیگه رنگ سبز میگن، خب موشی میگن ایده. رنگش ماشی. بله ها. دیگه ایده قیمتش